تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار چهارم. هلاکت آقسخال سفر. آن روز نحس تمام مردم سیاه پوش بود. در دیه‌های بخشور، دیمرغان، ویاد و ووژ شهیدان را به خاک می سپردند. فصل تابستان باشد هم صبح آن روز هوا غبارآلود گشت. شمال کند چنگ و خاک بیابان‌های دورادور را سر دوش برداشته، گویا از طی نبودن راه دراز خسته شده باشد، با سرعت سنگپشت حرکت کرده بار تیرفام خود را با بی‌حوصلگی و بالای چمن و کشتزاران، کوه و پشته و چشمه و بیشه های کوهستان می‌ریخت. در کوهستان مردم همگی به هم ریشه پیوندند. مرگ یک نفر باعث افسردگی صدها کس می‌گردد. در دیهه مرده‌دار آدمان را از خرد تا بزرگ احساس مایوسی و ناامیدی فرا می‌گیرد. آن به ساکنان دیه‌های اطراف نیز تأثیر بدش را می‌گذارد. حضور ناخوشش به مثل همین باد فضا را تیره ساخته به دل و مغزها فشار می آورد. وقتی مردان در نماز جنازه صف آراستند، میغ ضخیم سیاه آسمان را در اختیار گرفت. خورشید هم گویا از کردار زشت زمینیان به خجالت افتاده باشد از نظرها پنهان گشت. آقسخال سفر خواهر یگانه خود را به لحد گذاشت و پس از انجام تلاوت قرآن راست راه قلعه بحرپنجه را پیش گرفت. هرچند اندیشید سبب دعوت شدنش را معین کرده نتوانست. از غضب محبت خان می ترسید. از این رو دو کس دیگر، پسرعمک خود شهبازبیک و شاهزاده ایران یاورش را همراه گرفت. سه پسر و برادرش را برای قبول فاتحه خوانا موکل کرد تا با او نباشند. این رذیل به همه گونه پستی و قباحت قادر است. کی می داند یکی قصد کشتن مرا داشته باشد؟ خوف برد آقسخال. سفر را عبدالرحیم خان آقسخال ویاد تعیین کرده بود. از چه باشد که نه یوسف علی خان نه محبت خان او را از منصبش برکنار نکردند. او از اولاد شهمیران بود. پدرش پیروزشاه می گفت که شاهان اصلی شغنان اجداد آنها بودند. سید سلامت شاه در معرکه ها گاه تاکید میکرد که از قهرمانی و پهلوانی نیاگان آنها شاعر فردوسی در یک داستان خود توصیف کرده است. سفر خط و سواد داشته باشد هم چون بغیر از وجه‌الدین ناصر خسرو دیگر کتابی در خانه نداشت، همیشه آرزو میکرد که شاهنامه را بار بخواند. اما سالش از 50 گذشت و به آرزویش نرسید. دروازه‌بان بحرپنجه گفت که شاه او را در سرای سنگ منتظر است. آنها به سرای سنگ آمدند. میدانی را که یک روز پیش قتلگاه 30 نفر مرد بیگناه گشت آب زده رفته بودند. جای غوغا و غریو جانگداز مردم را سکوت گران حزناور گرفته بود. ابر بر زمین زده پرغبار آن را بیمناکتر میکرد. 6 خوفی خدمتگار در یک کنج میدان در لب دریای پنج اسبان شاه را میشستند. به دل سفر اضطراب ره یافته باشد هم حلقه به دروازه کوفت. کیست؟ صدا داد پاسبان از پشت دروازه. شاه را آگاه کنید که آقسخال سفر از ویاد رسیده است. چند دقیقه پس 6 نفر سرباز مسلح برآمدند و بدون پرسش آقسخال را در میان گرفته به جانب بردند که خدمتگاران اسب می‌شستند. من باید شاه را ببینم، اعتراض کرد آقسخال، ولی آنها او را تیل زنان تا لب دریا رساندند. شهبازبیک و شاهزاده ایران
مضطر و پریشان از خفایشان آمدند. مرا در آب غرق کردنی‌اند. از دل گذران سفر و فریاد کشید: لااقل بگوید که چی گناه کردم. سربازان رویش را قفا به جانب قلعه گرداندند. سردارشان گفت: شاه خودش توضیح می‌دهد. دقیقه پس محبت خان همراه یک افسر از قلعه برآمد. او قمچین دستش را هر زمان به چموسش زده به شتاب به نزد آنها رسید. در مسافه 2 قدم در رو بروی آقسخال ایستاد و به سربازان دوغ زد: بروید. سربازان رفتند و در پای دیوار کوشک ایستادند. شهباز بیک و شاهزاده ایران هم 15-20 قدم عقب رفتند. نه شاه نه نوکران به بودن و نبودن آنها اعتبار ندادند. محبت خان با نگاه‌های پلنگی آقسخال را سراپا زیر سینچه شدید گرفت. سفر با آواز پس سلام داد و سرخم کرد: از کی باز اولادت شاعر و محمدانا شده است مردار؟ آقسخال اشاره پیجینگامیز شاه را نفهمیده کتف در هم کشید و گفت: تصدق نفهمیدم. تو را برای همین معزول نکردم که اهل و اولادت در حق من بدگویی کنند. شاهم سوگند به خداوند که از قوم من کسی در حقت سخن زشت نگفته است. دیروز زن برادرت در اینجا بود؟ ها، چه مناسبت داشتن زن برادرش را به پرسجو معین کردن نتوانسته؟ پاسخ داد آقسخال. وای دیروز در سر مرده های خبیثتان چه خواند که مردم به شور آمد؟ آقسخال اکنون فهمید که شاه او را به چه متهم کردنی است. لحظه مورد نظر محبت خان را ارنگی در خاطر داشت. خواهرش آن دم جان داد و او هوش باخته بود. از غایت اندوه سرش را داشته سر پا نشست. هیاهوی مردم اطراف به گوشش نمی درآمد. شاه هم آن ساعت: خواهرم مرد و عالم در نظرم تاریک شده بود، چیزی به یاد ندارم. چشمان محبت خان از جوشش خشم تنگ گشتند. او پا بر زمین کوفت و بانگ زد: در یادت نیست؟ عجب و مردم در اطرافت شاه شغلان را نفرین کنند و تو خبر نداری؟ مگر تو ارباب من نیستی؟ نه فقط خواهرت، خودت می مردی هم. باید گوش و هوشت به خلق می بود و دهن هم تبارانت را می بستی. عذر شاهم، من راستی به یاد بودم. خاموش لیلای بدبخت. شاه چند تازیانه بر بدن آقسخال زد. به یادت آمد؟ آقسخال از شدت درد پیچ خورده نالش کرد: به حق خدا دنیا آن زمان در نظرم تاریک شده بود. دنیا آن زمان نه، بلکه این زمان بر تو تاریک می شود، کورنمک خیانتکار. محبت خان چون لاچین به آقسخال در افتاد و قمچین زدن گرفت. شاهزاده ایران دریافت که شاه قصد کشتن آقسخال دارد. سله به گردن آویخته نزدش زانو زد و به زاره درآمد: شاه هم در حقیقت سفر گناهی ندارد. به او رحم کن که خواهرش مرده بود، تمام اولادمان عزادارند. گپش به آخر نرسیده محبت خان برگشت و چند تازیانه به سر و رویش زد: من نه فقط این خاین را، بلکه آن زن بی‌فراویز دهن و هر نفری را که از اولاد کثیفتان مرا تعقیب کرد با همین دستان خودم میکشم. داد زد شاه. این تصمیم زشت محبت خان گویا آب سردی بود که به سر آقسخال ریخت. مغز خفته او بیدار گشت. درک کرد که شاه خونخوار اولاد او را حتما از دم تیغ میگذراند. زنجیرهای ناعیان دست و پای آقسخال در آن واحد شکستند و چون شیر نعره زده به محبت خان هجوم کرد. محبت خان را حرکت غیر چشم داشت سفر لحظه به حیرت آورد. دست از عذاب شهباز بیک نگه داشته بود که به سینه‌اش مشت آبدار خورد. زنید کوبید این ظالم خونخوار را. فریاد کشید سفر: بکشید او را پیش از آن که تمام مردم شغنان را قتل بکند. محبت خان یک پهلو به زمین افتاد. آقسخال به اشکمش 2 لگد دیگر زد. شهباز بیک با چه گناهی عظیم دست زدن عمکش را درک نموده بین آنها در آمد و داد زد: عمک چه کاری بود که کردی؟ دور شو شهباز. خون این حیوان حالا بر من حلال شد. تا کی خون ما را به بیهوده میریزد این پلید؟ شاه فرصت پیدا کرده به پا خیست. گستاخی سفر او را از تمام چهارچوبه ها به در آورد. غضبش جوشید و ضربه اول قمچینش بر روی آقسخال رسید و چشم راستش را در زمان کفاند. وی 2 دسته رویش را داشت. غیرت شاه بیشتر گردید و قمچینش بر بدن سفر هر بار جراحت تازه زخم کردن گرفت.
او به زمین افتاد. شاه به لگدکوب گذشت و حریفش را غیلانده تا لب دریا برد. شاهزاده ایران و شهبازبک چیکار کردنشان را ندانسته از ناعلاجی به زمین نشستند. سفر در لب دریا نیمخه شد و دامن گلیم محبت خان را به دست گرفته زور آورد که او را به جری پرتاید. محبت خان خود را از پنجه های گیرای سفر رها کردن خواست، اما سفر وجب به وجب او را به لب شخ نزدیک می آورد. شاه به واهمه افتاد و داد زد: یاری دهید یاری. خوفیان که صحنه افتادرفت را تماشا می‌کردند با شنیدن آواز شاه دویده به نزد آنها آمدند و شاه را از دست آقسخار رها کردند. پرتویدش. جانب پرتگاه اشاره کرد شاه و از بیمداری به زمین نشست. خدمتگاران از دست و پای آقسخار گرفتند و به جری هوایش دادند. سفر در حالی که پایش از زمین کنده میشد داد زد: گوریزید. شهبازبک و شاهزاده ایران دانستند که این خطاب به آنها بود. زود برخاستند و راه گریز را پیش گرفتند. جگری صدپاره بیبی انار. بیبی انار بالای خرسنگ بزرگ باغ نشسته دو دیده به کوه بلند ساحل چپ رود پنج دوخت. راهی که در بعضی موضعها از کمر کوه و در بعضی جاها از لب دریای پنج می گذشت از رهگذر خالی بود. اصلا از این راه آدم کم می گذشت، اما 3 روز آخر جانزادی در آن حرکت نمی کرد. شاید از بیم پیرداران شاه مردم شبانه به سفر برآیند. تخمین زد در دلش بیبی انار. همین لحظه در راه سراب مردی که اسبش را ایتک کرده می رفت نمایان شد. دل زن شوری کرد و خیال از تپش ماند. از جا برخاست و با دقت نظاره کردن گرفت. مرد چابک راه می پیمود. منظرشاه باشد؟ زیر لب گفت بیبی انار. اگر منظرشاه باشد، انا به همان یابانه که لب دریا که رسید حتما می ایستد و به این طرف می نگرد. او می داند که من در شیدزم، در اسارت بولتا، یا شاید نداند. حرکت رهگذر را از دایره نظر دور نگذاشته اندیشرانیش را دوام داد زن. می داند و زیرکترین مرد روشان است. نخود نداند که زن و فرزندش در کجایند. اسبدار به همواری لب دریا رسید، ولی نه اینکه نایستاد، بلکه با شتاب سوار شده راهش را دوام داد. نه، این مردک منظرشاه نبوده است. با دریغ و افسوس نیمشنوا آواز برآورد بیبی انار و قطره های اشک سوزان و رخساره های زیبایش شاریدند. تنها چیزی که این رهگذر را به منظرشاه مانند کرده می توانست چالاکی او بود. زن به یاد شوهر غریبش آهی به دردی کشیده از روی عادت به انگشترینش نگریست. رنگ نگین آن جگری تیره می تافت. صبح وقتی که زن خیال آمدن شوهرش را به دل جای داد، رنگ آن روشن به نظر می رسید. اما حالا از غبار نومیدی که بر دل حساسش نشست، دل انگشترینش نیز سیاه شده بود. این انگشتر بوالعجب را منظرشاه به زنش در شب اول عروسی تحفه کرده گفت: به یادت بگیر دختر، من امروز دلت را کنده در این انگشتر نهادم. آن را به هیچ وجه گم نکن. آن وقت بیبی انار سخن شوهرش را شوخی نوبتی پنداشت. بدون اندیشه انگشترین را که نگین سبز زردآمیخته داشت به انگشتش گذراند. دقیقه تماشایش کرد و دیگر اهمیتی نداد. ولی با گذشت چند هفته مشاهده کرد که آن هر روز رنگ نو میگیرد. گاهی روشن، گاهی سایه روشن، گاهی مایل به تیرگی می شود. بار بیبی انار این حالت را به شوهرش خبر داد. منظرشاه دست بیبی انار را با ریش زردش مالید و چشمان عیارش را نیم پوش کرده گفت: نگفته بودم که دلت را کنده
در نگینش گذاشتم. تو باور نکردی. نگینش از ماهسنگ است. ماهسنگ آینه دل صاحبش است. رنگ نگین طبع بیبی انار را خیره‌تر نمود و او به آهنگ فلک این ربایی را سرود: آفتاب نشست و سایه در دامن جر، از سوزش دل پاره شود بند جگر. مردم میگن جگری صد پارت دوز، می دوزم و پاره می شود جای دیگر. سال ششم است که منظرشاه جلای وطن کرده و زنش بیبی انار در بالای همین خرسنگ باغ شوهر کنونیش هر روز 1-2 ساعت نشسته راه او را می پاید. البته رهپایی او با همین 1-2 ساعت محدود نیست. او هر لحظه و هر نفس حضور شوهر عزیزش را احساس می کند. اما ساعتهای دیگر خود را با کار اندرمان می سازد. به مرغان دام می دهد، می روبد، توت می چیند، لباس می شوید و هاکذا. پدر بیبی انار قباد مردی است به دولت و سخاوت پیشه. پشت به پشت اولادش ساکنان بومی دهه بحرزود روشانند. زمین و باغ بسیاری دارند. بیبی انار سرفرزند خانواده بوده 3 خواهر و 2 برادر دارد. 2 عمکش از خانه پدری که موافق رسم اجدادی به پسر از همه خردی خانواده قباد رسیده بود جدا شده در همسایگی اهل اتفاق زندگی می کردند. بیبی انار در چنین خانواده به وایه رسیده بود. بار اول منظرشاه را در 12 سالگیش دید. در باغ زیر خانهشان با بچه ها سرگرم بازی پو یا نه خود را پس درخت پنهان کرد. دم به درون زده خیلی نشست که پاسبان به سراغش نآمد. از پس درخت برآمده بود که سگ بدهیبت ناشناس راست از پیش راهش برآمده در رو برویش ایستاد. بیبی انار از ترس چشمانش را زیر 2 کف پنهان کرد. زانوهایش به لرزه افتادند. این اثنا آواز زنگوله‌دار جوان بلند شد: نترس دختر، سگ نمی‌گزد. بیبی انار از راغ انگشتانش جوان قد بلند زردینموی را دید که سگ دیگری از قفایش جانب باغ می آمد. او به نزد دختر رسید و به سگان امر کرد: بشین، نجنب. سگان هر 2 کرخ نشستند و چشم به دهان او دوختند. نامت چیه؟ پرسید جوان ناشناس که چشمان دریارنگ کلان و ابروان کوتاهی کم موی داشت. بیبی انار از شرم چهره دختر سرخ شد. خانه قباد همین است؟ ها، جواب داد بیبی انار و به میدان بازی دوید. جوان همراه سگان خود به خانه او رفت. چند دقیقه پس مادر بیبی انار او را صدا کرد که زود به خانه بیاید. مادر امر داد که ظرفها را شسته به خانه درآورد. دختر دیگ و طبق و چمچه ها را در آب روان جوی روی حولی شسته خانه درآمد و به جوان و پدرش که در صوفه دهلیز صحبت داشتند نیم نگاهی کرد و به آشخانه درآمد. مادرش برای مهمان اویج کشپه پخت. بیبی انار به او یاردم میداد. ماد، این سگدارک کیست؟ پرسید دختر. خدمتگار شاه اصفلی خان. بیبی انار نزد مهمان و پدرش دستارخوان گسترد، چای و میوه و عطاره گذاشت. پدرش با مهمان درباره حیوانات وحشی روشان صحبت میکردند. دختر دقت داد که شیوه گفتار جوان از آنها فرق میکند. پس از صرف طعام قباد دخترش را جیغ زده پرسید: سگ بچه هایت چند تا مانده‌اند؟ 5 تا. در دهه باز کی سگ دارد؟ بچه ها را پرسم، میدانند. به منظر سگ بچه در کار، شرح داد پدر. تو جایش را نشان بده، او انتخاب میکند. بیبی انار با آنکه جوان از راه دور برای انتخاب سگ آمده است حیران شد، ولی چیزی نپرسیده همراه پدر و مهمان از خانه برآمد. مادر سگشان 7 بچه کرده بود. 2 تایش نابود شدند و باقی مانده در زیر بوته سرشاخ و برگ وین پشت حولی میزیستند. مادر سگ آدم بیگانه را دیده عکاس زد، ولی قباد او را پیش کرد. منظر سینچکارانه سگ بچه ها را از نظر گذراند و 2 تا، یک نر و یک مادر را انتخاب کرده به خلطه اش انداخت.
اکنون پیش بچه ها می رویم. گفت با ممنونیت مهمان و با قباد خیر و خوش کرد و همراه بیبی انار به نزد بچه ها رفتند. دو سگ مهمان در فاصله 4-5 قدم از دنبالشان حرکت می کردند. راهروان بیبی انار جرأت کرده پرسید: دو این قدر سگ رو چیکار میکنی؟ کشته میخورم. ای تو گوشت سگ میخوری؟ به حیرت افتاد دختر و قیقراز خندید. سگ با مزه‌ترین گوشت دارد. جدی جواب داد جوان. لیکن تو به یگان کس نگو. اگر مردم داند که گوشت سگ را خورده ممکن است، من و تو گوش نمیمونیم. من؟ دختر از غایت حیرت از رفتن باز ایستاد. ها تو، من من بعد برایت گوشت سگ میارم. پنهان از همه پخته میخوری. از این گپ دل بیبی انور شورید. از سوال داداش پشیمان به نزد بچه ها رسیدند. بچه ها کی در خانه سگ بچه دارد؟ چند نفر ما داریم گفتند. کسی سگش را به من دهد، در دوام 1 هفته وی را انا همینها بر این کلان کرده می بیارم. بچه ها زود به معجزه کاری شخص ناشناس باور کرده تمام سگ بچه های دیه را برای او یک یک شمردند. بیبی انار میخواست سگخوری مهمان را اعلان کند، لیکن شرم داشت. دادرش بهرام را به اختیار او ماند و خود به خانه برگشت. این جوان همگی 1.5 یا 2 ساعت در دیه ایستاده باشد هم در دل بیبی انار تأثیرات عمیق گذاشت. شاید برای آنکه از آدمان دیه با زنده دلی و مناسبت آزادش فرق میکرد. آفتاب سر کوه رسیده بود که بهرام به خانه برگشت و درباره مهمان غلطی و سگ جمع کنی او چنین گفت: 5 خلطه داشت، هر 5 را از سگ بچه پر کرد. بعد به 2 خر بار کرده به وامر برد. نگفت که سگ بچه ها رو چیکار میکند. با احتیاط سوال داد بیبی انار. راستی نپرسیدم. جواب داد بهرام: شاید به بازار برده فروشد. به اینها نگفته است. در دلش خرسندی کرد بیبی انار. سرش رو فقط به من باور کرده است. اما گوشت سگ خوردن یک انسان دوپدروست بیبی انار رو یک نوع به تشویش گذاشت. به این سبب چند روز پس از پدرش پرسید: پیر، گوشت سگ حلال است یا حرام؟ البته حرام. از سوال دخترش تعجب کرده پاسخ داد: قبول. برای چی پرسیدی؟ همطور. جواب داد بیبی انار. آها، پس از دقیقه اندیشه پدر منظور دخترش را درک کرد. تو فکر کردی که منظرشاه برای آن سگ بچه جمع میکند که بخورد؟ بیبی انار بر آموزفهمی پدر قایل شده سر جنباند. پدر از تحت دل خندید و سخنش را دوام داد: شاید گفته باشد که گوشت سگ میخورد. ها، وای همین خیل شوخی ها دارد دخترم. معلوم که به گپش باور کرده ای. وای سگبان حاکم ما اسفل خان است. برای حاکم سگ جمع میکند. با شنیدن کلمه سگبان دل بیبی انار یک باره تیره گشت. احساس ناخوش برگ و پایش سوزن خلاند. برای اون که پدر دیگر شدن اوضاعش را پی نبرد به بهانه روفتن حولی بیرون شتافت. از بین 2 سال گذشته بود که امیربک نام مرد با لشکر بسیار بر اوشان هجوم آورد. پدرش می گفت که این امیربک برادر اسفل خان است که از چیز قهر کرده به درواز رفته است و دروازی ها را حالا به سر برادرش آورده است. پی نخود برادر با برادر جنگ کند. به گپ پدرش باور نکرده پرسید دختر: دخترم، برای تاج و تخت برادر با برادر، پدر با پسر نه اینکه جنگ میکنند بلکه همدیگر را میکشند. بیبی انار از کار جهان انگشت حیرت گزید. تصور کرد دادرانش که زیر یک کرپه کلان شدند و در غم و شادی شریک همند، خدا نکرده به سر هم شمشیر بکشند. ولی وقتی که لشکر امیربک به دیه همسایه دیر زود رسید و خیمه زد و بیبی انار دواغیج سربازان سلاحدار را از بالای پشتکوی دیهشان با چشم خود دید، شبهه و گمانش برطرف شد. نیمه دویم همان روز از جانب وامر
نیز لشکر بسیار آمد و در برآمدگاه دیها در میدان کلان قرار گرفت. پدر و عمک‌هایش نیز به اسب سوار شده عازم اردوگاه گشتند. از پس آنان مردان از 20 ساله بالا هم سواره و پیاده به جنگ رفتند. بس هیچ سربازان در دیها به ذمه پدرش بود. بیبی انور که اکنون 14 ساله شده و به واقعه های عالم سرفهم می رفت، می دانست که از دیههشان 53 نفر به لشکر پیوست. غیر از این می دانست که کدام خانواده برای جنگ چقدر آذوقه و مال داده است. در چهره های کلانسالان گرد اضطراب و تشویش نشسته بود، اما کودکان و نورسان با افتخار و شادمانی به یکدیگر می گفتند در دیه ما جنگ می شود. آفتاب به سر کوه رسیده بود که پدر و عمکش همراه 3 سوار به خانه آمدند. بیبی انار و دادران و خواهرانش آنها را در روی حولی پیشواز گرفتند. سواران اسب‌های خود را به درختان بستند. بیبی انار در بینشان منظرشاه را دید و از این واخوری غیر چشم داشت دقیقه شک شد. او در سر کلاه خود سیاه‌فام گوشیدار، در تن خفتان کلتچه مانند با میانبند چرمین قیربچی‌اش فلزی، شلوارهای زرد فراخ، در پا پیخ‌های بلند تکچرمشان قفس داشت. در پهلوی راستش شمشیر دراز با غلاف نارنجی آویزان بود. ریش کوتاه زرد رنگش با چشمان نیلیش بازی میکرد. منظرشاه برابر دیدن بیبی انار را شناخت و خطاب کرد. نامت بیبی انار بوده؟ دختر با علامت تصدیق سر جنباند و خیال کرد که از شرم و حیا وجودش آب شد. سکچه هایت کلان شدند بیبی. سخنش را دوام داد منظرشاه. جنگ تمام شود به تو نشان میدهم. او چند ثانیه دیگر در نزد بیبی انار ایستاد و پس همراه دیگران به خانه در آمد. بیبی انار را حسیات عجیبی پخش کرد. اندیشه‌اش کرخ شد. تمام عالم از جنبش باز ایستاد و برعکس این دلش زود تپیدن گرفت و نفسش گره بست. دختر فکر کرد که بیمار شده است، اما وقتی جانب خانه 2-3 قدم گذاشت از بیماریش آثار نماند. مهمانان پس از صرف طعام به انبار در آمدند. انبار در برابر غله و آرد و دیگر انواع آذوقه ژیوی علاهیده برای اسلحه داشت که از 3 کمان پلته‌ای، 5 شمشیر، چند نوع خنجر و خفتان و نیزه عبارت بود. آنها را به صحن حولی برآوردند. منظرشاه هر یک سلاح را با دقت از نظر گذراند و گفت خیلی خوب داقباد. بارود هم داری؟ 3 تاقی واری دارم. جواب داد قباد خان. حالا می بیارم. پس از آنکه قباد خلطچه های چرمین بارود را به منظرشاه سپرد، مهمانان خیر و خوش کردند. مصلحت شد که قباد و برادرش صبح به لشکر پیوندند. بیبی انور از نقل پدر و عمکش فهمید که حاکم روشان اسفلی خان منظرشاه را در جنگ به مقابل لشکر دروازی‌ها سپهسالار تعیین کرده است. دختر نهایت جرأت کرده سوالی را که 2 سال باز برایش جواب می‌جست در نزد پدرش به زبان آورد. پید، آن سال منظرشاه به اسفلی خان سگ بسیار برد. به حاکم اینقدر سگ چی لازم؟ سگ‌ها قلعه حاکم را پاسبانی می‌کنند. غیر از این اسفلی خان سگجنگ و شکار با سگان را بسیار دوست می‌دارد. نهایت دختر به سوالش پاسخی قانع کننده گرفت. پید، در جنگ پگاه فقط دروازی‌ها کشته می‌شوند یا روشونی‌ها هم می‌مرند؟ قباد به این سوال ساده لوحانه دخترش اول خوب خندید، سپس قیافه جدی گرفت و گفت دخترم، کمان و شمشیر نمی‌پرسد که تو روشانی یا دروازی. در جنگ زور نازور را می‌کشد. دختر به ناخواسته درک کرد که در جنگ فرد و پدرش هم می‌تواند کشته شود. دلش را وهم زیر کرد. پشتش لرزید. با التجا خطاب کرد. پید، التماس به جنگ نرو. اشک بر رخساره‌های دختر چکید. دادران و خواهران هم مایوس شدند. پدر سر بیبی انار را به آغوش کشید و گفت بچم، اگر هر مرد خانه از مردن ترسیده به جنگ نرود، میدانی چی می شود؟ دشمن ملک ما را گرفته، اول ما مردان را می کشد، بعد دختران و زنانمان را بیناموس و کنیز می کند.
برای این بهترش به جنگ برویم و دشمن را بکشیم. بیبی انور از این پاسخ تسکین نیافت. مادرش او را به خانه درآورده نصیحت کرد. دختر جان، گریه نکن. پیش از گسیل پدرت به جنگ اشک نریز که خاصیت خوب ندارد. برعکس خودت را به دست گیر و دلش را پر کن. ماد، تو نمیترسی که پدرم مبادا در جنگ کشته شود؟ میترسم دخترم، میترسم. لیکن مرد خانه باید خانه و فرزندش را حمایت کند. این بار چهارم است که پدرت را به جنگ گسیل میکنم. انشاءالله این بار هم سلامت برمیگردد. بیبی انور سر به سینه مادر گذاشت. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتاری چهارم. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.